بسم الله الرحمن الرحیم. بینندای عزیز سلام، امیدوارم در جای زندگی جانی جور داشته باشین، وقتی خوش داشته باشین. بینندای عزیز امروز میخوایم یک قابلی مزه‌دار بلده شو پخته کنم. البته خیلی خیلی دیر شده قابلی پخته نکردم. قابلی گوشتی گوسفند، البته دوستای عزیز جایشم خالی. اینجا گوشت مایچر گرفتم، اینجا 6 پیله برنج تر کردم، برنجی 2 ساعت پیش تر کردم. اینجا 4 دانه پیاز قیلک دام. اینجا دیگش دام که روغن انداز کنم. بسم الله گفته شروع کنم. روغن در مقدار ضرورت اندازم، یعنی قدر انداختم. چرا گوشت گوسفند خودشم روغن داره، روغن کم اندازم، پس قدر روغن اندازدم. یا روغن تایش داغمونم، پیاز را بلیش انداخته تایش داغمونم. زیرشم داغ کردم. این یالی اشتوم اینجا که تا پیاز زرد شونه. بیننده باشین تا خیر را که خوب قابلی مزه‌دار پخته کنم این بلده شو. پیاز تا باز زرد نشده، کم رنگ پیاز میتر زرد شده، قدر نمیلم تیز زرد شده. از او بعد گوشت را اندازم. سیرم بلیش پستم، 3-4 دانه سیر پستم اشتم. اینا را بز بلیش قیلنم، بلی گوشت اندازم. خب بیننده عزیز اینال پیاز زرد شده، ما گوشت را اندازم. خوب شور میدیم، بعدا باز شمور نشان میدیم که چطور شده. خب بینندای عزیز گوشت را انداختم. 1-2 دانه پیازی خامم بلیش قیلک دم، سیر را بلیش قیلک دم. این حالم نمکش را شیو منم. نمک در مقدار ضرورتی گوشت شیونم، ضرورتی برنج گوشت چرک آبزیر کم مابلی برنجم اضافه کنیم. این خوب یه را شور میدیم تا نمکایش گرد شونه. نمکشی که خوب گرد شد و سرپوش دیگ را میدم. از او بعد دانش را دیگه خلقه امی حرارت گیز را خوب کم مونم که تا متر خوب استا جوش بخوره. هم پیازای شوشنه هم گوشت چی سرخ شونه. دوستای عزیز دهی دوران یک کم زرچوبه، 1 قاشق زرچوبه بلیش اندازم، 1 قاشق هم مرچ سیاه. اینشم مرچ سیاه.
خب دوستای عزیز، گوشت سرخ شده. از زیاد نمیلم قدر سرخ شده که رنگ گوشت تغییر مونه، سیاه میشه. این حالی در دیگ بخار اندازم، بلده 25 دقیقه فشار میدیم. دیگ بخار از ما زود پخته، شاید هم فرق کنه. امروز هم سایه ما مالافای ماشین مونه، شاید آواز ماشینم منی ویدیو باید. خب دوستای عزیز، گوشتا را من دیگ بخار انداختم. این حالی دانه دیگ بخار ما کم نم، بلده 25 دقیقه فشار میدیم تا گوشت خودخون نرم کنه. تندر مرم زردک و کشمیش و چیزایش تیارم. دوستای عزیز بینگرنین. دوستای عزیز ببینید که گوشت خیلی خوب پخته شده. تایش را گل کردم، خیلی خوب نرم گوشت پخته شده. دیگه خوب قابلی مزه داریم شو پختنم، جایشم خالی. چقدر روغن برکده، روغن گوشت گوسفند روغن داره. ما چون روغن خیلی کم انداخته دم، بازم روغن برکده. خب دوستای عزیز، برنج را در آب امزی یخنی پختنم، در آب امزی گوشت از خاطر نمیلم آوشی زایه شونه. اینجا هم زردک قیلک دم، اینجا کشمیش ششتم، اینجا هم برنجی مثل قابلی وزبکی بری قابلی وزبکی پختنم. جایشم خالی دیگه. شما لطفاً هم ویدیو مرا لایک کن، سابسکرایب کن. یک جهان تشکر. برنج رو من دیگ شندختم، یالا زردک شندازم. اینی میتره این یک لایه کشمیش اندازم بلیشی. باز برنج انداز بونم، سگوشت انداز بونم. ببخشین دوستای عزیز از خاطری که کس نیا ویدیو کنه، خود من قد یک دست ویدیو منم، از او خاطر یالی اینجا ویدیو رو بنم تا که برنج را تمام چیزایش روست کنم. برنج را انداختم. بسم الله الرحمن الرحیم. یال گوشت را اندازم. گوشتم خوبش پخته شده. این یال باز دوباره برنج انداز مونم بله سرشی. خوب دوستای عزیز، آب یخنی را بله برنج انداختم کم. این حال کم آب جوش اندازم. جوش امد نمکش را سیل منم، نمکش کم بود، کم نمک هم اندازم. از خاطری بله گوشت یخنی نمک انداخته بودم، دیگه حال فیلال نمک ننداختم. بیش یک دفعه جوش با امرای برنج نمکش کم بود، کم نمک اندازم. خوب دوستای عزیز، برنج بم جوش هم ده، نمکش را مزه کردم، نمکش کم بود، نمک بلیشی انداختم. این یالی یه را مبرم بله گیزی دیگه میلم، از خاطری گیزش کمه دیده که خوب سه جوش نمخوره. یک جایش جوش مخوره، یک جایش نمخوره. یال بلیزی گیزشتم، خب تمامیشی جوش مخوره. اندمی اندازه یالی یک دو دانه سیر گرفتم، سیرار خوب ستره و کش کردم. این یاردو سیر رم دوم ونج میلم، باز دم دیگ میلم بلده یک ساعت دیگه متر خیلی دیگه از حرارت کم. بس برنج ما خوب دم میشه، پخته میشه. بس برنج پخته شد انشالله. باز دانش واس کردم، شما رو نشان میدیم که قابلی چطور پخته شده.
تیمی دورانی که سیر ریشتم یک کم گرم مساله برنجم بلشی پاش میدیم. این هم گرم مساله. اینا دم دیگ میرم، حرارت گیز رو کم نم آب خیفت کده دم میرم بخیر. خب دوستای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. و به به اینی رو میگه قابلی. واو قابلی دمشته برینج سیل کن چقدر دانه دانه خوبش دمشته. Pardon? Dustbin's right there. Pardon?